یو آقا سلام بچه ها، چطورین؟ آقا اومدیم با یه برنامه یوتیوبی دیگه. امروز اومدم با یه ترکیب توپ. ببین اوف. خب بریم این ترکیب رو تست کنیم. همونطور که ببینین گوبلین برل، ویزارد، توپ، بتی، بدش کن بیمون اخیره. بریم اقد نگاه کن. ببین مثل هلوسه. تابل اومد. این تابل چی کاره است؟ یه ویزارد این داشت نمونه. آفرین. دفاع کن. آخ یه خود فشاری شدیم. یه ایوش بدیم بهش. یه اینجا پشمک بستی روی باید نمیدازیم این کار. من که انشه بوده. یه گوبلین برل میدازیم. ای جان تسلا انداخت. نیست زد خودش. خب بریم. بیا خوبه دیگه نیا. آخ نیست داریم. خود طرف فشاری کنیم خوبه بازم بعد بیست براش. خب اینجا دیگه ما باید گاف نمیدیم. اینو میدازیم میره. ویزارد زیادی بود برات مثل اینکه یه وقتش بریم سراغ ترکیب اصلیه. اینطوری بخون بایستی دفاع کنیم نمیشه. اونم کاش. ممنون. ویزارد رو پشت تاور میدازیم. اینجای کار. بابا مامان تو. نزنه. سعی تو روه زد. تاورشو زدیم. تاورتو گرفتم. خب بیایید. ببین بچه این ترکیب. ببین ترکیب دیدم. ترکیبی پر رو دستش نیست. ای جان. اوه چی شد؟ ریدی که. میه اینجا یه ویزارد پشتش من میدازم. بریم یه سه کنیم دیگه. ترکیب قویه. ای جان باید باش تو میتونی. جفت اون برابره میندازیم. کابرت که ریدم روش. خب اینم سه شدی. بگیر بجا. آخه مینی کوچولو چی میخوای؟ بیا دیگه بابا مسخره شما در رو بازی جون ناموس سه بشه. تاور رو نگیر. ای ماشاءالله. بدن اینکه تاور خودمون نیست ندیم. شک سایکل میگم. به چی بازی میکنی؟ او اسکلوا زجه علکی اینا. اسکیل برو. نه اینجا باید رفت فشاری کنم. فاز چی بود خدا وکیلی. بریم یه بطل دیگه. اینفر را اشتباشن کار جمعه. اینفر را اشتباشن نمیشه. این ترکیب سخت میشه جمع کردن. شما لول 12 و 11 اونش هم اشکال نره. برل یعنی واسه میلیون. بازتو خریدارم ناموسن. اونجا یه نیزه اشکال نره. آخ ببینیم چجوری ها میشه. ای توفتی زد سرباز سلطنتی.
ناموسن آت فازی سیدی بیا اینجا. خب اسکلت داره این خوب شده یه استیلش رو انداخت. مگا مینیون رو دیگه بخوام بندازیم دیگه اذیتی رو نمیکنه. اینفر نداشته باشی مرد. بله یه بله آموزشی. خب ما دیگه بریم کار داردانس رو شروع کنم. همینطوری میخواست خدا اسم دفاع کنیم تا برمون رفته. با مجبوری اون برو ول میکنم. نه تو بسر گفت تابر دادیم تو ذاتت. اشتباه کردم بازی جلو بودیم بازی رو افتادیم عقب. خیلی اشتباه کرده. اشتباه بدی کردم نیست دادیم قشنگ. بذار خود فشار بدیم یارو. تو مادر جنده ما موشک بندازی رو این. خب ولی من دارمه. خب فیل نکن حواسم بهت نیست. به این بزن تو به این بزن اصلا نزن بابا کاری به اون نهاریم ما. اف کن اون عشق و مرد. ای مرد ماشالله مرد. یه راشی سگی این بر میدیم. توفتی سرباز سلطنتیش. بی خیال مرد. بازی کن نترس. بازی کن. یه بیبی دراج اینو میسندیم مثلا نیست میخوره. نه نخور توفتی ذاتت. بابا ما زد تیم بابا چی میگی بابا. سرباز سلطنتی و من چی کجای دلم بذارم خدا وکیلی. ببین ما سه کردنش با بی خیالش. یه دیگه هن بگیرین اون انی اونو بزنین دیگه. خب این رواله داشت سرباز سلطنتی دیگه کجا بذارم. سرباز سلطنتی رو من چی کار کنم خدا وکیلی. چی کارش کنم من اینو. والکری خوشش فرم میکنیم بره دیگه. با سه کردنش من خود سیت کنم نشی. تو دنبال چی بیگردی؟ میخواد تاور رو بگیری اما باز تو برم ناموسن. ای جان چه دمیجی دادیم. دم سویج شما بیش کردیم. او موشک این همه اکسید تبا واسه چی خرج کردی؟ واسه موشک. تاور رفت که بری. اخه گوگلی ببین بچه دارم بهتون میگم ترکیب فوق‌العاده سمی قوی. بریم واسه بطل بعدی. یکی سه شاینم داشت نمیشد دیگه. خودش داشت لجا آخر بازیشو میزد. خب چند سنی یه بازی دکاره. ای جان پرنسیس رو انداخت دمت تا خوردیم. این ترکیب زدمونه پسر. لول 13. من اصلا کارت لول 13 برای اینه توپو دارم برای دفاع. مامان تو اینو من سپر کردنی. اوه بزن دمت کرد. حالا میری نبود تابرت. بازم لول 12 یا نامور. ریدم تو داور رفت واسه کجایی بابا همون. ای جا بوم. آخ دید دو تابر مواجی ما یه جونی ناموسه. بیا وای تابر رفت. این ناموسم ترکیب زد دیگه. ولش کن بگیرید انو بره. بزن انو بره.
بزن بپر وای عجیب پشمام خوشگلره وای عدو میده بیجا این تابرت یه رفت این که ایتی سید این بر بیراش سگی بدی بگه کن خبریه باش بل کن داری تابرش رفته چه گوی بخوری من اینفر ناموسن از بس خسخولی مرد یا ناموس اینو چه گوی بخوریم باش تابر رو نگیره وای تابر رفت ترکیب زد بشید یا ناموس ویزارد چی دیدی تو خودت پسر دیدم تو تابرت میبینم تو تابرت یه اینجا برگه رقب بابا اشبه دوزاری فکر کردی چی بابا دوتا چیز زدی بابا بکردی اسگل فازت چیه بابا ناموسم اومدی ما رو سه کنی بابا پشمه که منجل اشبه که دوزاری بزن ناموسن دیگه برس دیگه بابا به تاور نمیرسی دیگه بابا تو داشت امید خیلی خوبی خب آقا اینم ریدیم یه خور زد دامون بود این ترکی چی بود کلن بسیار چیه آقا این شکار کنیم خب تو بخوری به من میخوری به من که اولت رو میرم اون موقع اینجا بپنجه سکیل برو الان ببین یک ضد حمله بهت بزنم خودت پشمات بری جا نپر دیگه بی ناموس اول 13 ناموسن کجا در میاری تو مرد یه خیال مرد یه خیال ناموسم بابا اوه بیا دیگه ناموسم ترکیب زدمون آقا شکی توش نیستی ترکیب زدمونه باز دوباره سایکل کردی بابا ننتو بابا همون بده لام از داییم بخوام جلوی ایتر بازی کنیم ریدیم این خور فشاریش کنم اینو بفرستیم براش عشق کنم من از دکمت نگاهیدم میزنم رید خودش رید میستاد خودش اینجا ای جان دفاع سگی داره میکنیم فعلا بریم برای دفاع سگی خب سید ریدیم سیدای مکرر این من نمیدونم آقا راش سگی میده تاور میده نمیدونم دیگه ببین زدم ببین تبلت دیمونه بازی اکسیر دو برابرم شد خب ما سید ما میخوایم چی یه راش سگی این برم میدیم ما دو طرفه میدیم بابا ناموسم بسته دیگه خب اصلا ما همون نمیدونم هم بشه همون کارو باید بکنیم باید اکسی بهش ندیم برسیم خیلی حاجی کارتا دیزو درست شده نمیشه اصلا باید که نمیخواد دفعه کنیم دیگه اوه
اینا میشه کونش شرابور ولی میسن کجا شرابور یه بگاهی هم داره یه تک من نمیخوام کات بزنم براتون میگم تک خوبه ولی زیاد خوشش نداره ولی سه بطل دیگه نمیدونم چه جوری هست ها ما اینجا ویزارد میدازیم ویزارد اوه بابا نه تو این مخواهید شد اون نزن دیگه ولی میشه نزن آخه چیزی من میگم خدا وکیلی ریدم رو تابرش همین خوبه سیبن مکرر ریدیم رو تابرش عالی حالا تو گمه بیزاره بگیریم شام راستی را بگیریم این راش سگی اینجا بدیم یا ناموس فقط یا ناموس اینو من چطوری بگیرم ناموسن بی خیال مرد لول 15 شیاف ناموسن یعنی 14 همینی 15 کونت شربورد بی خیال مرد بزن دیگه ناموسن تو اون بر داشت نگیر دیگه اوه ببین اوضاع خیلی خیته خیلی هم اوضاع خیته یعنی سگی خیته دست اون آماده باشه اینجا دن بزیر وقتی کسخال بازی دن نهیدی مرد کسخال نشی یا میرسم کسخالی نگیر رو تاور دیگه بابا خب بسه دیگه ببین الان میره آخرین شانس ببین زجره آخر بازیه من واسه خود زجره زدم ببین زجره آخر بازیه دیگه اگه زدیم نزدیم هم تا هیچی دیگه زجره علکیه ما اینجا از داری ویزارد بیرون دازیم بزن ناموسن دیگه نزن دیگه بزن خدایی دیگه جونه داداش بابا ناموسن از کجات میاری تو بگی تا برو بگی بابا لول کارتا رو برم من لول ها رو برم تو اکسیت کونش میاره اینا کجات در میاری بینه همون سیکتی بابا اون بابا به گاهی در نفتیم آقا بینیم آقا آخرین بطل هم بزنیم خب ببینیم چی کاره ایم 3 دای مکرر یه باشه خرکی بگیرم همه رو خالی میمانیم یه باشه دست قد فشاریم همه رو میرینیم زابرش دمیجی دادم آجی دمیجی آخ این اسکه بده روبلین جنگ لاوا نباشی داشت این بازیکن چیکار میکنه یه نه والتری پیش می شده اوه داشتم والا همینطور ببین واسه دست قبل یا ناموس دمیجو میخوریم بلش کن ما که تابر اون برشو زدیم خب یه اینجا بندازیم نریم دو تابرمون این تابرمون که ایچ بلش اونو بیخیال میشیم این چه انیه ناموسن
ترکیب شخمی داره. امید چیه مرد ها؟ امید داشت با هم الان اون لیول کارتون شدن از حق نگذری دیدی بود. چه گوی بخواه بخورم اینجا موضیه نینو میره حالا باز میداری نمیزنه باید نمیتونم بکنم من بنده کنم میزنه باید مثل این که اینطوری بخوام شل بازی کنیم تاور رو بهش میدیم که من تاور بده نیستیم داشت خودت باید میدونستی بیه اینو خودت باید بدونی این داستان ها رو یا نه رو دنبال این اسکلت کنم با این یعنی خواهی داری فقط حمله کن حمله کن دمت گرم ما که تاورونه که ما میخوام به قصد 3 داریم ما میگیم اصلا به قصد 2 میرفتیم که اصلا بازی نمیکردیم بازی کن مرد بازی کن ما خجالت بکش بابا بونجور ما کن والکری بچه ها نیمده هنو اسکیل برو بازی خوبی بود عمو جان اینم 3 شد ترکیب میگم ترکیب قوی فقط ببین باید حریف ببین داره حمله میکنه من راش سگی بگیرد دوبار ببین راش سگی فقط همین و همین مهمه خب بریم یه بطل لیام بزنیم دیگه تمام بیجان زیاد دستش بکنی تو آب جنم مشکل میخوایم ولی اشکال نه فقط سرتون ویزارد لیول 13 است لیول 12 اصلا چیه بابا از سگ شروع ننه یعنی یک دبه اینجی بهت بزنم پشمات فر بخوره همین نیست دادیم بزن نیه بابا بزن مرد یا ناموس این چه سمی خورده به من پلشت اون جله دازاری چه بیزاردی انداخت بیزاردشو داشت به چخ دادی اون بیزارد که شاید بنز چیز جلوش ای جان دمت گرم داشتمی مولا داشتمی ای جانم اینجا هم خبرانی که آره بیا خواهی گریه کنم اونجا گریه کن حلشتیمو دکنی بابا چی بین هستی بابا اسکل یه بری رید رو تابنم ولی اشکال نده لیول 12 لیول 11 کورتو همین 2-3 لیول بالاتر رویم اینا نشونه ها از قوی بودن ترکیب داره ولی طرف دیگه 15 مگا میلیارد 15 دیگه قراره نمیداره این داستان ها اوه میس زدی خودت سه چی راش سگی داری که واسه فکر کردن دفاع نمیکنه پشتک اینا ناموسن که چی بابا اسکل بابا وایسی گریه کن فقط پشمک بابا وایسی گریه کنی اینم رو تاورت رفت سیه بیا بازی کن وای ویزارد کجا رفت ویزارد یکی بگیره ویزارد بگیریم خودمونم نیستادیم سری دار مکرر فهمیدیم آقا اشکال نداره ایراد کارمون رو فهمیدیم ولی حالا بیان گندشو در نیاریم دیگه نزن تابه رو نگیره وای ننه تو گاییدم
ولی بهترینش این در اومده. حالا اشکال نداره آقا، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه بذارید، حتما سریع کانال بیاد بالا، اشتراک بذارید، برای دوستاتونم بفرستین، خیلی مخلصیم. درود و بدرود تا یه ویدیوی دیگه.